ورزش در برابر علم، دانش و دستاوردها آبروی ملت، مردم و کشور را بالا میبردارد. امروز در سطح بین المللی تنها در دو مراسم، یکی در مراسم تشریف رسمی سران دولت ها و دیگری در مراسمی که ورزشکاران این آن دولت در مسابقات بین المللی نتیجه های خوب و مقام های افتخاری را به دست میارند، پرچم ملی هر کشور بالا میشد. یکی از نفرانی که پرچم ملی تاجیکستان را در سطح بین المللی در کشورهای گوناگون بسیار بالا برداشته است و با شرف و افتخار هنر و ورزش او آبروی تاجیکستان در سطح بین المللی بالا رفته است، قهرمان امروزه صحبت ماست. خوشقدم خسروف، ورزشکار جوان تاجیکستان که همگی چند روز پیش در سوپر جام قهرمانی جهان با یادبود اساسگزار کشتی رشته سامبو در روسیه آناتولی خارلامپیف مقام اول و مدال این مسابقه طلا را سزاوار شد و بار دیگر پرچم تاجیکستان در این کشور برافراشته شد. امروز برای صحبت به خبرگزاری آزادگان آمده است و ما پهلوان افتخار آفرینی کشور را خوش آمدید میگوییم. تشکر زیاد. خوشقدم خسروف، بر اساس رده‌بندی فدراسیون سامبو در جهان در وزن 62 کیلوگرم مقام اول را صاحب می باشد. برنده مقام دوم قهرمان جهان در رشته سامبو سال 2014 شهر ناریتا ژاپن، 4 دفعه قهرمان آسیا و 7 مرتبه قهرمان تاجیکستان در رشته سامبو. برنده مقام دوم مرحله جام جهان در رشته سامبو سال 2015 مینسک بلاروس. قهرمان نوروزهای 2012، 13 و 15 در مسابقات کشتی ملی دوشنبه تاجیکستان. قهرمان جهان در رشته سامبو بین جوانان در سال 2013 یونان. جایزه‌دار قهرمانی جهان بین نورسان سال 2011 ریگا لاتویا. برنده مقام اول مرحله جام جهانی سامبو به خاطر اصلیخانوف در سال 2013 و برنده مقام سوم همین مسابقه در سال 2014 روسیه. برنده مقام سوم بازی‌های اوراسیا سال 2007 بلاروس. قهرمان تاجیکستان در رشته کشتی دیزودا در سال 2015. یکم ینور سال 1993 در ناحیه ونج تولد شده است. تحصیلات مکتب میانه را در مکتب‌های 4 و 16 زادگاهش فرا گرفته است. فعلا دانشجوی سال 4 دانشکده ورزش و تربیت جسمانی تاجیکستان. آرزو دارد که قهرمان جهان در رشته سامبو شود و کارنامه سیمؤمن رحیموف را بعد 40 سال تکرار کند. خوشقدم، من فکر میکنم که تمام مردم تاجیکستان از این دستاورد بلند ورزشی که شما در سال 2015 داشتید خرسند شدند و در سطح واسای اخباری ما و اینترنت و خب دیگه شبکه‌های اجتماعی بسیار استقبال گرم شد. اما ما میخواستم بفهمم که شما چخیل به این مسابقه راه یافتید، خب با سرپرستی کی رفتید و چگونه شد که فقط تنها شما از تاجیکستان در این مسابقه اشتراک کردید؟ تشکر زیاد. من با این مسابقه که از 27 تا 29 در شهر مسکو فدراسیون روسیه برگزار گردید با دستگیری یک سرپرست من در این جام عالی جهان اشتراک نمودم و خوشبختانه با 4 حریف پرقوت خود از حریف اولی من این از دولت ترکمنستان بود که او را با طریق 6-0 مغلوب نمودم و حریف دوم من این از دولت روسیه بود که با طریق 4-0 مغلوب نمودم و حریف نیم نهایی من ورزشگری بلاروس ایوان انیسکیویچ بود که من قبلا در شهر مینسک با در آخرین نهایی از او مغلوب شده بودم با طریق 3-1 و در این مسابقه در آخرین نیم نهایی خوشبختانه من او را با طریق 6-2 مغلوب نمودم و آخرین نهایی راه یافتم و آخرین نهایی من با ورزشگری پرتجربه همسایه قزاقستان یعنی برگزار گردید که او را با طریق 6-1 مغلوب نموده و صاحب جام جهان و مدال طلایی این مسابقات گشتم. خب بله، بسیار
موفقیت بزرگ بود این و ما هم از طریق شبکه‌های تلویزیونی روسیه خب هنرنمایی شما را تماشا کردیم و بسیار خوش شدیم. طوری که ما میدانیم همین جام عالی و سوپر جام خب مسابقات قهرمانی جهان با افتخار یا با یادبود آناتولی خارلامپیف این یکی از مسابقه‌های بسیار با نفوذ جهانی است در رشته سامبو که بیشتر از 35 دولت دنیا اشتراک میکند. تا غالبیت شما در این مسابقه از تاجیکستان کسی هست از ورزشکارای ما که مثلا مدال طلای مسابقات گرفته باشه؟ در این مسابقات جام عالی جهان دو ورزشگری بهترین کشور هم یعنی با مدال طلا پیش از من سزاوار شدن. این در سال 2008 یا 9 خطا نکنم دلیر مظفرов می باشد که اولین مدال طلای این مسابقات را دلیر مظفرов گرفتگی است و بعد از دلیر مظفرов پهلوان معروف کشور اکمالدین کریمов در سال 2014 در وزن 57 کیلو چمپیون جام عالی جهان گشته بود و امسال در سال 2015 خوشبختانه من توانستم که باز این مرحله را تکرار کنم. خب شما در سال 2015 باز موفقیت‌های دیگر هم داشتید. خب در مرحله جام جهان در بلاروسیا در شهر مینسک هم با گرفتن مقام دوم سزاوار شده بودید و خب باز در مسابقات داخلی که در تاجیکستان هم گذشت. خب شما از جمله در نزدیکترین روزهایی که ما پشت سر گذاشتیم در مسابقات کشتی ملی و افتخار جشنگیری نوروز در شهر خوجان هم در وزن خود خب برنده مقام اول و به اصطلاح قهرمان نوروز 2015 شدید. خب شما فکر میکنید که سرچشمه همه این موفقیت های شما در این مسابقه ها چی است؟ سرچشمه موفقیت یعنی رزولتات این از خودی ورزشگر و از استاد او وابستگی دارد. من با همراهی استادم محمد شریف سلیمانов در یک روز دو وقت تمرین می نماییم. پگاهی از ساعت 7 تا ساعت 9:30 و بیگاهی از ساعت 4 تا ساعت 7 بیگاه و خیلی مهنت زیاد در کار است برای در این مسابقه سطح بلند یعنی مدال طلا گرفتن و اگر مهنت نکنی با این یعنی نتیجه های نظر است نایل شدن نمیتوانی. که شما مثلا برنده مدال طلای همین به اصطلاح جام عالی شدید، استقبال در تاجیکستان چگونه بود؟ مثلا تا امروز شما مثلا از کمیته جوانان ورزش و سیاحی یا دیگر خب نهادهای وابسته به ورزش شما را دعوت کردن، تبریک کردن یا یگان مکافات و چیزا بود؟ وقتی که من از شهر مسکو به جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه به وطن برگشتم، مرا در فرودگاهی مملکت شهر دوشنبه خیلی استقبالی یعنی خوب گرفتم با گل و گلدسته و با یعنی خیلی استقبال گرم و جشن گرفتن، چی از کمیته جوانان چی از مهارت عالی ورزشی کسبی و چی استادان من که مرا خیلی استقبال گرفتن. من میندارم از همه آنها و من چی گفتنی هستم که من باز یعنی مهنت و تمرین خود را باز زیادتر نموده تا اینکه در مسابقه های بین المللی پیش آمد کوشش نمایم باز هم شان و شرف مملکت عزیزم را باز بالا بردارم. خب درست شدم. طوری که ما میدانیم شما 7 کرات قهرمان تاجیکستان در رشته سامبو هستید. خب بله. 4 کرات قهرمان قاره آسیا خب در رشته همین گشتنی سامبو هستید. خب قهرمان جهان بین جوانان هستید. خب برنده مقام دوم قهرمانی جهان میان بزرگسالان هستید. خب غیر از این چندین مسابقات دیگری بین المللی شما جاهای اول و دوم و سوم دارید. خب در همین مسابقات بین المللی که شما می روید اشتراک بکنید، خب این البته
معلوم است که خیلی مصرفات زیاد در کار است. برای همین مسابقات رفتن با شما کسی است که مبلغ گذاری میکنه یا که شما از حساب بودجه دولت میروین؟ خیلی است همین اشتراک شما در این مسابقه؟ در مسابقه های جام جهان مرا یک یعنی برادر است، خیشتبار است، خیلی دستگیری زیاد میکند و چمپیونات های جهان آسیا من از کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی مبلغ گذاری میکنند مرا و من خیلی میندار هستم از اینها. خب شما فکر میکنید که برای اشتراک در همین مسابقات سطح بین المللی و به دست آوردن موفقیت ها چه چیز مهمتر است؟ یکم هنر و مهارت خودی ورزشگر، دوم مبلغ گذاری یا با یگان چیز دیگر؟ اولش این ورزشگر باید اول در درونی مملکت خود را نشان دهد که من یعنی میتوانم در مسابقه های بین المللی یعنی شان و شرف مملکتم را نشان میدهم، پرچم دولتی از را بالا میبردم. دومش این سفربر نمودن ورزشگر بیرون از مملکت. وقتی ورزشگر چند در مسابقه های بیرونی مملکت اشتراک می نماید یعنی از دیگران مثلا از چمپیون های جهان از چمپیون های آسیا خیلی تجربه بای میگیره برای خودش. در هر یک مسابقه که میروی مثلا با 2 چمپیون جهان 3 چمپیون جهان یعنی قوازمایی می نمایی، برای این خیلی تجربه بای میگیری از آنها. خب همین که مثلا بعضی گپا هست که ما مثلا ورزشکارا و به اصطلاح پهلوانای خوب داریم اما امکانیت ندارن که مثلا بروند در بیرون کشور در مسابقات سطح جهانی و منطقوی خب خودشان معرفی کنند. یعنی که همین پرابلم وجود دارد، مثلا نبودن مبلغ گذار و نبودن مبلغ برای رفت اشتراک کردن در مسابقات جهانی. ورزشگرا خیلی ورزشگرا در یعنی نمود گشتینی سامبو خیلی ورزشگران بهترین هم هستند. یعنی این بعضی آنها ممکن که یعنی مبلغ نباید برای سفر بر نمودن و وقتی که ورزشگری سطح بین المللی که خودت را نشان دادی و یعنی از کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سفر بر میان. من از سال 2007 این جانب یعنی در مسابقه های بین المللی از حساب کمیته جمهوری تاجیکستان مکتب مهارت یالی ورزشی و بعضی مسابقه میشه با سرپرستان هستند که آنها دستگیری میکنن اشتراک مینماییم. شده است این حالت هایی که مثلا از یک مسابقه بین المللی شما مثلا دعوتنامه گرفته باشید یا که حقوق اشتراک کردن در اوج داشتید اما با نبودن مبلغ یا نبودن مبلغ گذار شما نتوانستید که اونجا سفر کنید؟ این حالت ها بوده در تجربه؟ نه، در تجربه ورزشی من این خیلی حالت ها رخ نداده است، چون که اگر که یگان سرپرست نباشد مرا از استاد محمد شریف سلیمانوف از مکتب مبلغ گذاری میکنن، از کمیته مبلغ گذاری میکنن. این خیلی حالات در حالات ورزشی من نشده است تا حالا. خب همین که شما مثلا میرید در مسابقه های بین خلقی جا میگیرید، خب یکم یا دوم یا سیوم، بعدا مثلا پرچم تاجیکستان در قطار دیگر نماینده هایی که از کشورها غالب آمدن بلند برداشته میشه. در همین حالت ها مثلا شما چی احساس دارید؟ از چی افتخار میکنید؟ وقتی که من در چمپیونات جام جهانی عالی من بودم، یک ورزشگر بودم، من وقتی که من روزی سیوم مسابقه گشتین میگرفتم، وقتی دیگر ورزشگران دیگر مملکت را میدم، من یعنی شوق و هوس باز هم زیادتر میشد که من باید روزی گشتین خودم من کوشش نمایم تا اینکه مدال طلا بگیرم و پرچم دولت عزیزم بلند برداشته شود و سرود ملی یعنی صدا دهد. به امر خدا این آرزوی من جامعه عمل پوشید و چنان که به همگان معلوم است در شبکه اینترنتی هم دیدن، در شبکه تلویزیون هم که چقدر سرود ملی صدا داد. من از خرسندی درجه اشک شادی هم کردم. شما سال گذشته در مسابقات قهرمانی جهان در ژاپن
خب مدال نقره گرفتید جای دوم و همین هنرنمایی شما در مرحله نهایی باعث خیلی گپ و صداها هم بود که به اصطلاح همان داورا در نسبت شما ناحقی کردند. حقیقت همین مسابقه همین واخری نهاییتون کمی روشن‌تر می‌کنه. واخری نهایی من در چمپیونات جهان در بین بزرگسالان در شهر ناریتا دولت ژاپن برگزار گردید و با ورزشگری بلغاری. از اول من یعنی در پیش بودم، با یک آگاهی ورزشگری بلغاری را دادن، من در پیش بودم. بعد در دقیقه خطا نکنم دوم بود که من کمتر به خطاگی راه دادم. اول خطاگی از من سر شد، من به خطاگی راه دادم، مرا با یعنی براسوک یکی گویم پرتاف کرد با طریق دو بال. بعد از او بعد داورا کمتر بی‌مسئولیتی اینجا چی کردن. از دوم دقیقه ورزشگری بلغاری وقتی که وای 2-0 مرا بریده است دیگر گوشتین دیگر نمیگیرد. وقتی که من او را یعنی من میدم او پرخود میکند دیگر اصولای میکند که خچه به زمین پرتاند. از همین یعنی من چی گفتنی هستم، خطایی کمتر اول خطاگی خودم و بعد خطاگی داورا است که او را باید آگاهی میدادن، دو تا پرپریجدنی میدادند. بعد از روی نظامنامه گوشتین سامبو با من با حساب 3-2 باید چمپیون جهان میشدم. یعنی شما همین ناعدالتی که داورا در حق شما کردن این چیز وجود داشت؟ بله بله. همونجا این خیلی امکانیت نبود که مثلا شما شکایت برین یا دعوا کنین که اینجا ناحقی بود، نظامنامه ویران شد؟ نه وای ممکن نیست. ورزشگر وقتی که کمتر در بالای تتمی در بالای قالین گوشتینگیری کمتر اگر که یعنی یگان به احترامی کند این یعنی ورزشگر رو خارج میکنن. با دومش این میشود که یعنی من برنده از نام جمهوری تاجیکستان هستم و با یعنی به مملکت و ملت هم گپی زیاد میرسد. درست، لیکن در همین تجربه همین مسابقه ورزشی دنیا هست این خیلی گپا هم هست که مثلا بعدی که مسابقه تمام میشه خب همون نفر مسئولی که در همون مسابقه شما رو برده است یا مثلا مربی شما یا مثلا یک نماینده‌ای بگیریم کمیته جوانان ورزشی مثلا بود است که در تجربه دنیا که میشه نماینده شکایت میکنن بعد یک هفته بعد یک ماه تا بعد 2 ماه 3 ماه مثلا حقیقت آشکار میشه و جواب. بله این وجود دارد، اما مربی ما محترم ناصر بازارов خیلی دوادوی زیاد کرد. من از او خیلی میندار هستم که اول من 4 سخوت که یعنی زیرگروهی که من در اون زیرگروه بودم 2 تا چمپیون جهان بودن. ورزشگری مغول بود، ورزشگری روسیه بود ایلیا خلیبوف که بهترین ورزشگر در دنیا می باشد در وزن 62 کیلو در سال 2014 13 سالهای قبلی. و این یعنی همون تیار کردنی در روزی همون مسابقه نسترویکا میگن، نسترویکا کردنی آماده کردنی همون استاد یعنی ناصر بازار بود که ما خیلی آماده شده بودیم، خیلی یعنی تیار بودیم که من خوازمایی یعنی چی بگویم خوازمایی یعنی خوب انجام نشان دادم به مردم تا اینکه اولی من خواهد که من با ورزشگری یاپونس بود صاحب میدان که من رو با طریق 14-2 مغلوب نمودم و حریف دوم من از دولت نپال بود که من رو با طریق 12-0 یعنی شکست دادم و حریف سوم من این از دولت آذربایجان بود و جایزه دار چمپیونات جهان در سال 2013 بود که من رو با طریق 4-0 مغلوب نمودم و حریف نیم نهایی من ورزشگر قزاقستان که کمی پیش قبلا ما باز خورده بودیم او رو با طریق 8-0 مغلوب نمودم و آخرین نهایی برآمدم. خب شما تا همه دوره‌ها با نتیجه بسیار بلند رفتید. بله. و خب در این دوره نهایی و طوری که خود شما هم اینجا اقرار کردید یعنی با سر زدن یک اشتباه از خود شما خب و در این بعد با بی‌عدالتی یا ناعدالتی داورا خب نتیجه این شد که شما اما طوری که ما اطلاع یافتیم شما این سال هم در مسابقات قهرمانی جهان اشتراک میکنید. این کی میشود و شما از طرفی کی مبلغ گذاری میشید برای اشتراک و آمادگی شما برای مسابقات و برای گرفتن
مدال طلا چگونه است؟ حالا من در پیش 3 مسابقه با نفوذ یعنی دارم 2 مرحله جام جهان. اگر خدا خواهد در یکی آنها باید اشتراک نمایم در همین 3 مسابقه در چمپیونات جهان بین ستاره‌های سامبو که در اشقاباد برگزار می‌گردد. خدا خواهد انشالله باید ما سفربر شویم و کوشش می‌نمایم که نتیجه خوب نشان دهم و بعدا در مسابقات 2 مرحله جام جهان، یکی در ونزوئلا و دیگری در بلغاریا و بلغارستان، انشالله خدا خواهد در همین 3 مسابقه من کوشش می‌نمایم که باز خیلی تجربه خود را پورا نمایم تا اینکه در چمپیونات جهان در دولت مراکش ماه نوامبر از چیزای 8 تا 12 نوامبر برگزار می‌گردد. کوشش نمایم که با مثل استاد سیدمومین رحیمов مرحله یعنی جهان را طی نمایم و با آرزوی دیرینه خود برسم. یعنی که شما حتما باید در این 3 مسابقه دیگری که گفتید اشتراک کنید و بعد از آن با مسابقات قهرمانی جهان را خط میگیرید یا شما علاقه نه راحت من به چمپیونات جهان دارم. این مسابقه من در دوم این مرحله جام جهان برای آن اشتراک مینمایم که حالا من در ریتینگ جهانی در وزن 62 کیلو در جای اول رفته ایستادم و اگر که در همین 2 مسابقه جام جهان و یا در ونزوئلا یا در بلغاریا می شود، من باید در همین 2 تا در یکیش باید اشتراک نمایم تا اینکه ریتینگ خودم رو یعنی دوم یا سوم نشود. البته خب دستاورد یک ورزشکار یا هر انسان دیگر در هر ساحه این بی زمینه بوده نمیتونه. خب می شود گفت که چی سبب شد که شما به گوشتین میل کردید؟ این کسب یا خب چی میگن همون مهارتی بود که در خانواده شما وجود داشت، میراثی بود از پدر باقی با شما بود یا که یک بار خود شما به این توجه کردید و به این نتیجه رسیدید؟ پدرم ناصر خسرو قبلگاه من این خود استاد اتحاد شوروی استاد ورزش می باشد و پدرم که یعنی کسب خود را پورا نکرد، یعنی چمپیون جهان در آن دوره به گفته خودشان خیلی مشکل بود چمپیون جهان شدن و من میخواهم که کسب ناپورای پدرم را من کوشش نمایم که پورا نمایم. خب یعنی شما با قهرمان جهان شدن هم آرزوی خودتان عمل میکنید هم آرزوی پدرتان؟ بله، این نه یک آرزوی من بلکه آرزوی پدرم، آرزوی استادم محمد شریف سلیمانو و آرزوی کلی مردم شریف تاجیکستان است که ما مثلا بعد همان نتیجه‌ای که جان پهلوان سیدمومین رحیمov در رشته سامبو داشت تا حال این نتیجه تکرار نشده. 40 سال گذشته است. امیدوار این هستند. خب یعنی که گوشتین و پهلوانی در خانواده شما یک چیز میراثی است که شما از پدرتون از آنها گرفتید. بله. خب شما با فکر مالی تا حال خانه‌دار نشدید؟ نه، ولی در نقشه هم نیست خانه‌دار شدن تا اینکه اول کاریرای خود را پر نمایم و بعدا باز در این فکر میکنیم. خب یعنی که شما عزم جدی دارین که در رشته پهلوانی در رشته گوشتی سامبو خب دستاوردهای سطح اول به دست بیارین بعدا بله. البته این خوشبختی با او خوشبختی ضم میشد و حتما شما یک موفق میشید. شما دانشکده تربیت جسمانی ختم کردید یا که میخوام؟ من دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی به نام شادروان استاد سیدمومین رحیمov میباشم در کورسی 4 فاکولته ورزش در اون خوانده هستم. خب شما خیلی دستاوردهای مثلا سطح بین المللی در رشته ورزش، حالا مثلا از جانب مقامات ورزش، نهادهای ورزش مثلا بگیریم که خب کمیته جوانان ورزش و سیاحی یا که خب اداره ورزش شهر دوشنبه یا دیگر نهادهای ورزش هستن، به شما ماهانه یا سالانه کمک پولی ها یا که استیپندی این چیزا داده میشه یا نمیشه؟ بله، در سال 2014 من با استیپندی حکومت شهر دوشنبه یعنی با طریق هر ماه 700 سومون یعنی مبلغ گذاری میکردم برای من و باز از کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی استیپندی میگرفتیم و باز از مکتب دانشکده تربیت جسمانی که استاد ما
ректори мо Шодӣ Сафаров бисёр ба варзишгарон яъне таваҷҷӯҳи зиёд дорад. Мо аз кадом мусобиқае ки намебиёем моро бо як дилгармӣ пешвоз мегирад ва бо пулӣ яъне мукофоти пулӣ яъне кӯмак менамояд. خب شما مثلا همین که چمپیونی 4 کرات چمپیونی آسیا شدید، قهرمانی آسیا، خب برنده مقام دومی قهرمانی جهان، یعنی سزاوار مدال نقره شدید. بعد همون که آمدید مثلا مکافات ها مثلا به شما داده شد، مثلا غیر از مکافات های پولی باز بدن مثلا به شما یگان علاچی ورزش است یا که یگان آردن است، یگان مدال است، خیلی چیزا دارین؟ бале, баъд аз чемпионати ҷаҳон ман ба ватан баргаштам, ба мукофотони пулӣ яъне қадрдонӣ шудам ва баъдан ба مثلا баландтарин мукофоти пулие ки гирифтед чӣ қадар буд? ин махфӣ мебошад. خب از کی‌ها گرفتید؟ مثلا از حکومت شهر دوشنبه، از حکومت تاجیکستان یا از حکومت ناحیه‌تان است؟ از حکومت ناحیه‌ی ونج هم یعنی کمک نمودند و از کمیته هم یعنی کمک نمودند. شهر دوشنبه هم و استاد شایسته جمهوری تاجیکستان، من استاد شایسته ورزش جمهوری تاجیکستان یعنی سزاوار شدم که این هر یک ورزشگر این عنوان را آرزو میکند و من به این آرزو یعنی رسیدم. تشکر میگویم به مربیانم، به یعنی اونهایی که این عنوان را به من دادند و بعدا در دهگانه ورزشگران بهترین مملکت من شامل شدم. در سال 2014 یعنی با مکافات پولی هم قدردانی شدیم. خب بهترین. البته کسایی که برای این وطن، برای این سرزمین، برای این کشور افتخار میارن، یعنی شرف میافزایند، اونا همیشه سزاوار این هستند که با بهترین جایزه ها، با بهترین مکافات ها قدردانی شوند. و البته ما امیدوار این هستیم که در برابر این که مثلا نهادهای دولتی با شما خوای میکنن و مثل که شما گفتید یکی از نزدیکان شما را سرپرستی میکند که بروید در مسابقه خب اشتراک کنید و پرچم تاجیکستان را بلند کنید و افتخار برای مردم سرزمین بیافرین. ما امیدوار هستیم که با هستن مثلا جوان مردای در این وطن، در این سرزمین پیدا میشن که بعد از این صحبتی که ما و شما داریم حتما اونم جوان مردی میکنن و مبلغ گذاری میکنن که شما باز با شرایط خوبتر به اصطلاح مجهز باشین و بتونین که آمادگی های خودتون برای افتخار بیشتر آوردن به تاجیکستان خب زیادتر کنید. در حال حاضر مثلا شما از نگاه جسمانی خودتون چقدر حس میکنید برای همین مسابقاتی که از آماده هستین؟ وقتی ورزشگر باید از اول سال ماه ایون، ایول، اوگوست ما در ناحیه ونج یعنی زباری کوهدامن یعنی گذراندیم با همراهی استادم محمد شریف سلیمانو و پدرم ناصر خسرو. بعد از آنجا آمدیم از ماه سپتامبر در بالای قالین ورزشگری تا حالا ما 2 وقت تمرین خود را ترک یعنی نکردم تا حال. و وقتی که ورزشگر پیش از مسابقه باید قریب 1 سال آماده باشد برای مسابقه بین المللی. این نه اینکه برای مسابقه 10 روز مانده است یا که 5 روز مانده است تیار باشی. برای مسابقه بین المللی سال در کار که تو تیار شوی، در فرم بدروی تا اینکه مدال به دست بیاری. درست. همین که شما مثلا در مسابقات بین المللی میرین سزاوار جایهای افتخاری میشین، بعد از اینکه مثلا همون شما جای اول، دوم یا سوم میگیرین، یکم با کی خبر میرسین؟ با پدرتون خبر میرسین؟ با مادرتون خبر میرسین؟ با مربیتون خبر میرسین؟ با کی خبر میرسین؟ راستی گپ، من وقتی که در مسابقه‌های بین المللی به آخری نهایی میبرایم، یک برادر است که این در شهر مسکو شیرزاد نعمت‌اللهیف و در تمام اینترنت ها گوشتینای مرا یعنی مستقیم نگاه میکند و با مربیم و با پدرم خبر میدهد که پیشتر از شما خوشقدم در آخری نهایی است، انشالله باید بعد یعنی چند لحظه آخری نهایی میگیرد. من نه و خبر میدهد. مثلا خیلی این ورزش است، این سبقت است، رقابت است. میشد مثلا بعضی حالتایی که شما در مسابقات جا نمیگیرید، در این حالت شما چه احساس فرا میگیره؟ من یعنی گپی کلان یا خطا نزنم،
یک بار در مسابقه بین المللی در سال 2012 در شهر ساماکای بلغاریا یعنی بلغارستان من در آنجا به مدال آمدم و من خیلی دل شکسته شدم. من گفتم من اینقدر مهنت زیاد میکنم، من یعنی دژ مدالی برنجی هم به دست نآوردم و بعدا یک چند روز یعنی با تمرینگاه هم نرفتم. بعد استادم محمد شریف سلیمانوف بعد زنگ زد که چند روزی مشق گذشت شما در گیجو میگردید. بعد من خیلی استاد هم فهمید که من خیلی ضعیف شدم و بعد به من سرزنش کرد. ورزشگر وقتی که یعنی باخت دارد وای باید نبرد دل شکسته نشود، نبرد وای باید تمرین از زیادتر نماید تا اینکه در این مسابقه باید در مسابقه آینده کوشش این اشتباهش یعنی جبران کنه و در دیگر مسابقه خود را نشان دهد که من هستم. بله این چیزا بسیار مهم است برای ورزشگر. بسیار خوش هستیم ما وقتی که این صحبت میکنیم و صحبت ما در زمینه خرسندی شما میگذره، خرسندی که مثلا شما از تازه ترین مسابقات سطح جهانی مثلا با مدال طلا با وطن برگشتید و ما همیشه آرزومند هستیم از خدای بزرگ که همیشه در همین زمینه ها صحبت کنیم. هر وقتی که شما بیرون از کشور بروید و با مدال های طلا و با مقام های اول برگردید ما صحبت ها داشته باشیم و خب این افتخار برای تمام مردم تاجیکستان بسنده باشه که شما می توانید مثلا آبرو، نفوذ و حیثیت دولت ملت ما را در سطح جهانی بلند برداریم. خب ما البته مثل که شما گفتید پیوسته به تمرین مشغول هستید و از نگاه جسمانی خود را برای مسابقاتی در پیش ایستاده آماده میدانید و ما امیدوار این هستیم که شما در مسابقات تیرماه، مسابقات قهرمانی جهان که گفتید در کشور مراکش برگزار میشد حتما به مدال طلا سزاوار شوید و همون آرزویی را که دارید که قهرمان جهان شوید به همون آرزو برسید. زیاد سلامت